سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی از ما پرسیدین که مرغ مجلسی برای مهمونی‌ها چجوری درست کنیم. سری‌های قبل آموزش شدن برای غذاهای زیاد و غذاهای نظری و هیئتی. این سری میخوام چند تا آموزش براتون بذارم برای اینکه مرغ خوشمزه درست کنید برای مهمونیاتون. شستشوی مرغ رو که قبلا بهتون توضیح دادیم که چجوری بشورید که بوی زخمش بره. تو 2-3 مرحله میتونید مرغ مجلسیتون رو بپزید. یک، میتونید اول مرغتون رو داخل آب جوش بریزید. پیاز، فلفل دلمه، زردچوبه، نمک، کرفس، متعلقاتش رو اضافه کنید. یه مقدار که یه قلی خورد و یه ذره این کفش و این در واقع بوی زخمش در اومد، مثل همین روشی که الان دارید میبینید. اینو از آب بگیرید، حالا دستکش دستون میکنید، قشنگ پوستاشو میگیرید. توی این آب نباید بپزه، باید خیلی زنده باشه و همین که بوی زخمشو از دست داد میگیریم، آبش بره قشنگ میز مرتب. میتونید بعد از این روش هم سس پزش کنید، هم میتونید با روغن بپزید. این یه روش. طرز تهیه درست کردن سس مجلسی هم بهتون آموزش میدم. فعلا تا پست بعدی.